با درود، من حمید شاه محمدی هستم از وبسایت ایران لاراول. امروز کنم درباره یک سیستم عامل لینوکسی صحبت کنیم به نام مینی او اس که بسیار فست، سیمپل و حالت پورتیبل هست که شما روی یو اس بی میتونید با ابزارهای ونتوی یا اچر یا فروفوس نصب کنید و به صورت پورتابل از یو اس بی اجرا کنید که حالت پرسیست استوریج داره و میتونید ابزارهای مختلف نصب کنید یا فایل ذخیره کنید که به صورت پرسیست ذخیره میشه داخل فلشتون و همینطور این قابلیت رو داره که روی دیسک هم نصب بشه که من در ادامه خدمتتون میگم به چه شکل هست. و 3 حالت استاندارد، تول باکس و اولترا داره که حالت استانداردش میبینید فقط 768 مگ رم نیاز داره و 1 گیگاهرتز پروسس و 800 مگ دیسک میخواد. حالت تول باکسش که ابزارهای بیشتری داره برای نتورک دیاگنوستیک و ترافیک و پورت اسکنر و کانکشن شبکه رو میتونید ابزارهای بیشتری داره و همینطور ابزارهای دیتا سکوریتی مثل انکریپشن و پسورد ریکاوری و بقیه چیزها. فضای دیسکی که اشغال میکنه بیشتر هست و حالت اولترا که بیشترین فضا رو اشغال میکنه 1.7 گیگابایت هست. تمام تولزا رو داره، آفیس داره و ابزارهای خیلی زیادی روش نصب هستش و شما میتونید حالا یکی از این 3 حالت رو انتخاب کنید. و یه سیستم عامل دبیان بیس هست، این نسخه جدیدش که نسخه 5 هست از دبیان 13 تریکسی استفاده میکنه. حالا من اگر سیستم عاملم بالا بیارم اینجا، بعد از اینکه شما در واقع یو اس بی رو میزنید، حالا من البته ایزوشو داخل ویژوال ماشینم ران کردم، به شما میبینید یه حالتی میده که از سشن قبلی میخوای استفاده کنی یا یه سشن جدید میخوای باز کنی یا اینکه از سشن‌های قبلی کدوم میخوای انتخاب کنی که شما میتونید سشن‌های مختلف و ابزارهای مختلف داشته باشی. حالا من چون رو سشنم یه سری ابزارها نصب کردم، اون سشن قبلیمو میگم بالا بیاره که بهتون نشون بدم چه دسکتاپ و چه ابزارهایی داره و با محیطش یکم آشنا بشیم. از XFC دسکتاپ استفاده میکنه همونطور که میبینید و بسیار نصبش هم راحت هستش. در جا مثلا فلش رو میزنی و در جا میره تو محیط سیستم عاملتون. و من اگر داخلش فول سایز کنم، اینجا میبینید یه همچین دسکتاپی داره و اینجا حالا تاریخ حالت XFC هست که اینجا براوزر دیفالتش فایرفاکس هست، ولی من کروم هم نصب کردم داخلش، ویژوال استودیو نصب کردم، کروم نصب کردم و ابزار مختلف هم میتونید نصب کنید. از پکیج منیجر اپت هم استفاده میکنه، همونطور که گفتم دبیان بیس هستش و شما میتونید با ابزاراتون رو نصب کنید. و اگر تسک منیجر هم بگیرم، حالت عادیش 600 خورده مگ هم بیشتر رم مصرف نمیکنه. سی پی یو هم میبینید بسیار منابع کمی میخواد و نیاز به منابع بالایی اصلا نداره. و ابزارهای مختلفی داره، همونطور که میبینید اینجا از XFC 420 استفاده میکنه و دبیان 13 تریکسی
و کرنلش هم 4.12 هستش همونطور که میبینید و اینجا محیط شبکش هست. از XFCE استفاده میکنه، حالت باتری و حالت آل اپلیکیشن هم اگر بیام میبینید که همچین ابزارهایی داره. دیسپلی رو میتونید سایزش رو به این شکل عوض کنید دیگه. درایو یوتیلیتی داره و اینجا اینستال مینی او اس رو اگر بزنید، البته من قبلا نصب کردم، اینجا دیسکتون رو نمایش میده اگه تخصیص داده باشید. اینجا نوع فرمتش رو انتخاب کنید و اینستال بزنید، روی دیسک هم نصب میکنه و دیگه بدون فلش هم میتونید از این سیستم عامل استفاده کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا ویدیو رو لایک کنید. برای حمایت از کانال و ادامه آموزش‌ها لطفا سابسکرایب کنید. اگه می‌خواید ویدیوهای بعدی ما آگاه بشید دکمه زنگوله بغل سابسکرایب رو بزنید و اگر نظر یا سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم.